بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد روز 11 ینور سال 2023 با فرمانهای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان باز چند منصبدار بلندپایه از منصبهایشان برکنار کرده شده به جای آنها نفران نفت تعیین شدند. از جمله فیض‌الله بهرودزاده تا کنون رئیس نویه لخش بود، به جای سجایالدین سلمانزاده شهردار باختر مرکز ولایت ختلان تعیین شد. کرام‌الدین خالقزاده که تا امروز معاون رئیس نویه دنقره بود، رئیس نوی نویه لخش در مرز وادی رشت با قرقیزستان تعیین گردیده است. همین طور رسلان رجب تا کنون معاون رئیس نویه سینا بود، به جای شریف سمی رئیس نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه تعیین شد. شریف سمی را رسما به نفقه فرستادند، ولی منابع بامداد گفته بودند که او را در پی ناراضگی شهردار دوشنبه رستم امامعلی از کارش در امر رفع عاقبت‌های برفریزی شدید روز 2 ینور از کار راندند. روز 11 ینور رئیسان باز دو نویه دیگر پایتخت را هم عوض کردند. امید گوریزاده پسر رئیس سابق گمرک ظریفوف که تا امروز معاون رئیس شهر دوشنبه بود، رئیس نویه فردوسی و سیدزاده تاج‌الدین نیاز که تا امروز رهبر دستگاه رئیس شهر دوشنبه بود، رئیس نویه سینا تعیین گردید. همچنین روز 11 ینور با فرمانهای پرزیدنت عزیزالله اسمت‌زاده از مقام رئیس نویه رودکی برکنار گردیده، بنفشه فیض‌الدین زاده از مقام رئیس شهر لیوکم آزاد کرده شده و بلافاصله معاون رئیس شهر دوشنبه تعیین شده است. بنفشه فیض‌الدین زاده خدای پرزیدنت و خوشدامن سامان امامعلی پسر خرده امامعلی رحمان است.